پنجره باران خورده ات را باز کن و به آسمان بنگر. چشمهایم را ببین که هوای دیوانه‌شان کرده. اندکی عاشقانه تر زیر باران بمان. ابر را بوسیده‌ام تا بوسه بارانت کنه. و عرض سلام و ادب خدمت تمامی اساتید و بزرگواران بسال حق. این پیام فقط دلگفته هایی است که شاید باید گفته شود، چون شما همدم روز و شب من بعد از خدایی. 2 سال پیش درست لحظه‌ای که دنیا از چشمم افتاده بود و انگار گم شده ای داشتم که باید پیدا می شد، وگرنه دیوانه می شدم. اما من که چیزی گم نکرده بودم. چرا یه چیزی که انقدر با ارزش بود که حیفم اومد نباشه. آقای انصاری، چهارشنبه‌ای که اولین روزی بود از اون سال که من با شبکه وصال حق آشنا شدم، حرفای شیرین و تازه‌ای میزد. انگار تا به حال نشنیده بودم از هیچ کسی. ساعتها گذشت اما چرا از پای تلویزیون تکون نمی‌خوردم. روزها می‌گذشت و شدت علاقه من به وصال صدچندان می‌شد، تا جایی که تو خون و رگ و ریشه دوونده بود. و شدت علاقه من به وصال روز به روز صدچندان می‌شد و ندیدن یک روز وصال احتمال افسردگی رو به هم گوشزد می‌کرد. درست 2 هفته پیش به دلیل بیماری مادرم رو به جوانرود بردیم. اونجا تو بخش مراقبت‌های ویژه وقتی کنارش بودم به کما رفت و اون خداحافظی مادرم بود. انتقالش دادیم کرمانشاه. بعد از 2 روز فوت کرد و منم با برادرم که هر دومون مجردیم و سالها پیش پدرمونم از دست دادیم تنها گذاشت و رفت. واقعا فرشته بود مادرم. دلخوشی ها من با خودش برد. نه که بگم از رحمت خدا ناامیدم، نه هرگز، اما جای خالی مادرم دلخوشی هامو میکشه. همیشه با هم پای برنامه هاتون می نشستیم. یادم چقدر به کلیپ هایی که از قزوینی و آخوندهای دیگه بود میخندیدیم. حتی بعضی وقتا خودم اونا رو تکرار میکردم تا بازم بخنده، چون مادرم افسردگی داشت، یعنی بیماری اعصاب، اونم 2 قطبی. در حال من یک تشکر ویژه به شما بدهکارم بابت لحظه های زیبایی که واسه خودم و مادرم و برادرم ساختید. خدای مهربون هر چی که به صلاح دنیا و آخرت شما بهتون عطا کنه. از آقای انصاری، از آقای سلیمانی، از استاد ماجد عباسی، از همه شما تشکر میکنم. دوستتون دارم و خواهم داشت تا قیام قیامت. شما همراز و همدم منی که تو این دنیا فقط خدا و برادرم و دارم و بس هست.